به نام خدا، درود فراوان بر شما همراهان گرامی. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. مرتضی کاظمی هستم و در جلسه هفتم از دوره جامع کریو کنترل ایشالله میخوایم با همدیگه دو تا مبحث جذاب و کاربردی توی شبکه و تنظیمات مربوطش توی کریو کنترل رو پیش ببریم. وقتی راجع به منوی اینترفیسز صحبت کردیم، یه دسته به نام اینترنت اینترفیسز رو ما به صورت اجمالی صحبت کردیم و ازش رد شدیم. همینطور در مورد انواع نت توی ترافیک رولز هم صحبت نکردیم. این دو تا مبحث چون به هم پیش نیاز هم و به هم وابستگی زیاد داره، شده میخوایم این قسمت جفتش رو پیش ببریم و چند تا سناریوی کاربردی و جذاب با استفاده از این دو تا مبحث پیاده سازی کنیم. سناریو رو اینجوری تغییر دادیم که یک کارت شبکه جدید به کریو کنترل اضافه کردیم به عنوان ون دوممون که دوتا اینترنت داشته باشیم و ماشینمون هم اینجوری ادیت کردیم که توی تنظیمات کریو کنترل کارت شبکه جدید رو روی نت قرار دادیم که رنج آی پی مختلفی بگیره از اون ون اول که بریج بود و همینطور روش اینترنت هم داشته باشیم. توی وب کریو کنترل الان ما یه اینترفیس جدیدی داریم که توی دسته آدر اینترفیس قرار گرفته. اینو ما میتونیم با درگ اند دراپ یا استفاده از این منوی دراپ داون بیاریم توی دسته اینترنت اینترفیسز. همینطور حالا یه اسمی بهش بدیم که مشخص کننده نوع اینترنتش باشه. حالا فعلا اینجا ما میذاریم همون ون دو. خب این تنظیماتمون رو اپلای میکنیم. حالا یه صحبتی هم راجع به انواع اینترنت توی کریو بخوایم داشته باشیم. اینجا مودهایی که برای ما گذاشته یکی نیتیو هست که همین حالتی که ما الان وصل شدیم، یعنی اون اینترفیسی که به سمت ون هست از پرووایدر ما آی پی به صورت DHCP یا حالا رنج آی پی که پرووایدر میده به ما و ما روی اینترفیس ست میکنیم، مثلا اینترنت های پوینت تو پوینت وایرلس، یا تریپل پی او ای هستش که مثل اینترنت فیبر FTTH و حالا ADSL از این قبیل قرار میگیره تو این دسته که حالا توی سناریوی ما الان هر دو اینترنتمون از حالت نیتیو هستش و از DHCP آی پی گرفته. خب یکی از دلایلی که ما اومدیم این کارو کردیم و دو تا اینترنت به کریو وصل کردیم بود که می‌خواستیم بیایم سناریوی فیلوور و لود بالانسینگ رو پیاده سازی کنیم دیگه. بحث فیلوور اینجوریه که وقتی یکی از کانکشنامون قطع بشه به صورت اتوماتیک میفته روی اینترنت دوم و تو خیلی از مواقع خیلی از سرویس‌ها و کاربران متوجه این قضیه نمیشن. بستگی داره، وقتی از ما یه سرویسی داریم که به یه اینترنت خاص وابسته است یا آی پی روش ست شده این داستانا، ولی اکثر مواقع مثلا مواقعی که کاربرا فقط دارن میرن به اینترنت و اینا متوجه این قطعی نخواهند شد. ما اگه میخوایم از فیلوور استفاده کنیم باید وارد تک تک اینترفیس‌ها بشیم و بزنیم که این کانکشن برای بحث این تیک یوز فور کانکشن فیلوور رو انتخاب کنیم و بگیم این لینک اصلیمونه یا بکاپ. مثلا من میگم این لینک اصلیمون باشه و لینک دوممون بحث بکاپ باشه. اپلای. الان من اگر توی این کلاینتم پینگ 424 رو بگیرم ببینیم که اینترنت برقراره. خب من میام توی کریو، اول فیلتر رولم رو چک میکنم، ترافیک اینترنتم از جفتش امکان عبور داشته باشه که بله این امکانو داره، روی اینترنت اینترفیسز هست. و حالا میتونم بیام توی ماشین کریو تو تنظیماتش اینترنت اولم رو قطع کنم، نتورک ادپتر بریجم رو از دو حالت کانکتد در میاره. خب الان سناریو اینجوری پیش رفته که انگار اینترنت اول من قطع شد. من یه دونه ریکوست تایم اوت گرفتم، دومی دستینیشن نت و بعد از 3 تا پینگ دوباره اینترنت من برگشت که اگر اینجا دقت کنیم میگه که ون یکت کیبل دیسکانکتده ولی ون دوت آپه و داره کار میکنه و احتمالا اینجا نوتیفیکیشن میده که بکاپ لاینت اکتیو شد که حالا بعدا ادمین باید بیاد چک کنه که این حالا میشه ست کرد که SMTP سرور وصل بشه و ایمیل هم بزنه که
ادمین زودتر متوجه بشه که بیاد موضوع رو پیگیری بکنه. این بحث تست فیلوور. تو سناریوی بعدی ما میخوایم بیایم از لود بالانسینگ استفاده کنیم، یعنی دوتا اینترنتمون رو با هم دیگه تجمیع کنیم. من روی لود بالانسینگ میذارم، اپلای میکنم. بذارید این بحث ون اولمونم اتصالش رو برقرار کنیم. اوکی. بله آب شد. تو بحث فیلوور تنظیماتی که داخل کانکشن داریم بحث وزنیه که به هر کانکشن میده. حالا بسته به سرعتی که کانکشن ما داره، مثلا من یک کانکشن دارم 5 مگ، یک کانکشن دارم 10 مگ. خب به تبع باید بیام بگم از کانکشن 5 مگم 5 برابر اون 10 مگ استفاده کنم. میتونم بیام اینجا اینو مثلا بدم 5 و اونو بدم 1، حالا به تناسبی که سرعتشون با هم دیگه فرق داره. خب مباحثی که راجع به اینترنت اینترفیسز و انواع حالتاش داشتیم رو همینجا نگه دارید. میریم به منوی ترافیک رولز، انواع نت رو بررسی میکنیم و در ادامه حالا ارتباط بین این دوتا رو با هم دیگه تو سناریوی کاربردی انشالله پیش میبریم. همونطور که خودتون میدونید ما تو بحث نت اگر مراجعه کنیم به این سناریومون، ببینید ما وقتی میخوایم از شبکه پرایوتمون به سمت شبکه پابلیک بریم، اگر آی پی سورس رو در نظر بگیریم، این لپتاپ یا کلاینتی که میخواد به اینترنت بره و آی پی دستینیشن مثلا یه درخواست پینگ یا حالا DNS به سمت سرور 4224 هست رو، اگه به همین حالت ما بفرستیم به سمت اینترنت و روی این لبه اینترنتمون بحث نت رو پیاده سازی نکنیم، اولین روتر اینترنتی بسته ما رو دراپ میکنه. چرا؟ چون روی روترهای اینترنتی تنظیم شده که بسته‌های با آی پی پرایوت را دراپ بکنن. حتی اگر این تنظیمات هم نباشه و بسته ما با توجه به اینکه مقصدش مشخصه و توی روترها به سمت اون مقصد روت وجود داره برسه به دست سرور مقصد، ولی سرور مقصد وقتی اینو میده دست گتویش روتی به سمت این سابنت نداره، در نتیجه باز اونجا دراپ میشه. بنابراین ما وقتی میخوایم از شبکه پرایوت به سمت شبکه پابلیک بریم، باید سورس رو با یه آی پی که روی اینترنت قابل رود شدن باشه عوض کنیم که این آی پی که روی کریو ست شده. ما میتونیم بیایم اینجا حالا آی پی مختلفی داشته باشیم، ولی حالت معمول اینجوریه که یه آی پی روی این دست ونمون هست و اتوماتیک کریو آی پی سورس پرایوت ما رو برمی‌داره، آی پی پابلیک خودش رو میذاره، میفرسته سمت مقصد، جوابو میگیره و حالا تاریخچه این کانکشن رو داره که این ارتباط مال کدوم آی پی بود. مجددا آی پی پابلیک خودش رو برمی‌داره و آی پی پرایوت داخل رو میذاره رو بسته و بسته رو تحویل کلاینت میده. تو حالت برعکسش هم وقتی ما یه سرویسی داریم که می‌خوایم از بیرون در دسترس باشه، یعنی اینجا وقتی پکت میرفت بیرون آدرس سورس پکت عوض میشد، برمی‌داره بهش میگیم خب سورس نت. ولی وقتی از بیرون میخواد یه پکتی به سمت شبکه داخلی ما بیاد، یعنی یه سرویسی من دارم، یه میل سروری دارم، یه مثال وب سرویسی دارم، یا حالا یه سرویسی که اتوماسیونی چیزی از بیرون در دسترسه، یه درخواستی از سمت اینترنت میاد برای من، سورس آی پی ادرسش یه آدرس اینترنتیه، دستینیشن آی پی ادرسش آی پی پابلیکی هست که سمت ون کریوی من ست شده که اینجا مثلا میشه 511 که دست ون من از DHCP گرفته. خب وقتی این پکت دست کریو میرسه، ما باید به کریو بگیم که این پکتی که دست شما رسیده رو باید به کی تحویل بدی. به همین دلیل یه دستینیشن نت یا اصطلاحاً پورت فوروارد یا پورت مپینگ داخل کریو تعریف میکنیم. میگیم مقصد این پکت رو از آی پی خودت به آی پی مثلا این سرور من که 32 هست تغییر بده. پس سورسش میشه همون آی پی پابلیک کلاینت، ولی مقصدش از آی پی پابلیک کریو تبدیل میشه به آی پی پرایوت وب سرور من. باز اطلاعات این کانکشن داخل کریو نگهداری میشه. وقتی این وب سرور میخواد به این پکت پاسخ بده، پکت میرسه دست کریو باز آی پی پرایوت وب سرور رو برمی‌داره، آی پی پابلیک خودش رو میذاره و بسته رو به یوزری که درخواست داده بود میرسونه.
بسیار عالی. با این مقدمه‌ای که راجع به مفهوم نت داشتیم، در ادامه بریم و تنظیمات نت رو توی کریو کنترل به همراه چند تا سناریوی کاربردی پیش ببریم. الان ما با توجه به اینکه 2 تا اینترنت اینترفیس داریم و در عمل کریومون 2 تا دست به سمت اینترنت داره، میتونیم پالیسی روتینگ هم داشته باشیم. سناریوی اول من این هست که من میخوام سابنت کلاینت های من، فرض کنید که ون 2 یا اینترنت شیری هست که آی پی استاتیک نداره و مناسب برای دانلود و اینترنت سرفینگ و ایناست. اینا میخوام بدم به کلاینت ها که هر کلاینت وقتی میخواست به سمت اینترنت بره از این دست کریو به سمت اینترنت بره. اینترنت ون 1 من یه اینترنت ددیکیتی هست که روش آی پی استاتیک دارم و اینا. میخوام این سابنت سرور من از این دست بره سمت اینترنت. همینطور در مبحث دستینیشن نت من میخوام وقتی از بیرون یه درخواستی به سمت آی پی استاتیکی که روی ون 1 هم تعریف شده درخواست میاد، کریو این درخواست را پورت فوروارد کنه به پورت 80 میکروتیک هم که حالا پورت وب میکروتیک هست و باز بشه و از بیرون یه جورایی من میخوام صفحه وبم رو روی اینترنت پابلیش کنم. خب بریم و این سناریو رو پیاده سازی کنیم. وارد صفحه وب کریو میشیم. توی ترافیک رول ما یه رول نت پیش‌فرض داشتیم که روی نت بالانسینگ پر هاست بود. این بالانسینگ پر هاست و بالانسینگ پر کانکشن قضیهش اینجوریه که ما بر اساس وزنی که اینجا به اینترفیس همون دادیم که الان وزنشون 1:1 برابره، اینجا میاد و تقسیم میکنه. حالا مثلا اگر وزن یک کانکشن من 5 باشه، یکیش 1 باشه، 5 تا هست از یه اینترنت میده، یکیشو از یه اینترنت. اگر روی پر کانکشن باشه این رفتار رو بر اساس کانکشن انجام میده که ولی خب همینطور که خودش هم نوشته کامپتیبیلیتی با پر هست بیشتره، چرا که اگر ما روی یک سیستم کانکشن ها رو از چند تا دست مختلف بدیم بیرون، ممکنه بعضی از این کانکشن ها که مقصدشون یه سرور هستش از نظر امنیتی باعث اختلال بشه. خب ما الان میخوایم ما میتونیم دوستان پالیسی روتینگ رو از روی همین رول های پیشورز انجام بدیم، یا اینکه میتونیم بیایم اد رو بزنیم و اینجا پالیسی روتینگ رو انتخاب کنیم. من یکیشو از اینجا انجام میدم، یکیشو همون رول پیشورز رو ادیت میکنم. الان میگه که اینترفیس خروجی انتخاب کن، من میگم مثلا ون 2. میگه خب کی میخوای از ون 2 بره بیرون؟ ون 2 یه بار دیگه ما مراجعه کنیم، اون اینترنت شیرمونه که آی پی استاتیک نداره. پس من میخوام بگم که کلاینتام برن بیرون. من اینترفیس کلاینتم رو انتخاب میکنم، یا میتونم بیام اینجا مثلا آی پی ادرس بدم، بگم رنج 192.168.40/24 از این اینترنت بره بیرون که یه رول برای ما الان اضافه کرد اینجا. حالا اسمش هم میذارم کلاینت اینترنت. میگه که اگر از 4.0 اومد و خواست بره به سمت اینترنت، نتش کن و از اینترفیس ون 2 بره بیرون. حالا من میام رول قبلی پیشورزم و دیگه پاک نمی کنم، همین رول رو ادیت میکنم و اون حالت دومم که میخواستم سرور به سمت اینترنت میخواد بره از ون 1 بره رو پیاده سازی میکنم. میام اینجا use a specific outgoing interface رو انتخاب میکنم و روی ون قرارش میدم. اوکی، و سورس هم باید کلاینت رو پاک کنم. حالا میتونم اینجا هم باز specific IP بدم 192.168.3.2. الان من 2 تا رول مجزا برای اینترنت دارم که هر کدومش هم سورسش مجزاست و با هم همپوشانی هم نداره. دقت کنید دوستان، اگر من 2 تا رول داشته باشم که همپوشانی داشته باشن، مثلا اینجا به جای اینکه 192.168.3.2 باشه 192.168.4.2 باشه، بعد از این رول هم من یه رول دارم 4.0، اینا همپوشانی دارم. وقتی 2 تا رول همپوشانی دارن باید اونی که اسپسیفیک تره بیاد بالاتر. یعنی من اگر اینجا
اینو بکنمش 4.2 اپلای کنم، این الان جاش درسته. ولی اگر این اینجوری بود، این 4.2 هم میومد با رول اول مچ میشد و باز از ون 2 میرفت و اون هدف من که میخواستم 4.2 مشخصا از ون 1 بره اتفاق نمیافتاد، چرا که با این مچ میشد. مثلا باید اینا بالا قرار بدن. که الان در سناریوی فعلی ما این دوتا سابنت مجزا هستن. اپلای. توی تنظیمات نت ما حالت سورس نت علاوه بر یوز اسپسیفیک آوتگوینگ اینترفیس، یوز اسپسیفیک آی پی ادرس هم داریم. این برای کیه؟ این برای وقتی که ما روی یه دسته اینترنتمون چند تا آی پی استاتیک داریم، مثلا یه رنج آی پی از آی اس پی گرفتیم برای نیازهای مختلف و میخوایم یه ترافیک خاص با یک آی پی خاص بره بیرون. یه وقتی از بیرون درخواست میدن روی آی پی خاص، خب جواب اون درخواست هم باید با همون آی پی برگرده بیرون دیگه. این برای اون مواقع است. یا اصلا اون آی پی استاتیکی که ما گرفتیم، آی پی پابلیک، روی دسته اینترنت ست نشده، به هر دلیلی من اومدم روی دسته دیگه کریو ست کردم، ولی مشخصا باید اون آی پی حتما روی کریو ست شده باشه، حالا چه دست اینترنت چه دستای دیگه‌اش. این برای این سناریو هست. حالا فعلا تو این سناریو ما یوز اسپسیفیک آوتگوینگ رو باید استفاده کنیم. اپلای میکنیم و میریم که تنظیماتمون رو چک کنیم. خب من اول میام ببینم روی هاستم، روی این کلاینتم اینترنت دارم یا نه. پینگ 424 رو دارم و حالا چک کنیم ببینیم از کدوم ون داره میره بیرون. tracer-d. خب همینطور که ملاحظه میکنید از 254 2 داره میره بیرون که 254 2 گتوی ون 2 من هست. 254 133 آی پی خودشه و گتویش هم 254 2. و حالا سرور من که اینجا میکروتیک من هست باید از ون 1 من بره بیرون. من همینجا باز 424 اگر ترایس بگیرم استارت از 15 میره بیرون که اینم خب گتوی ون 1 من هست. بریم برای پیاده سازی دستینیشن نت. ما اگر خاطرتون باشه یه رولی داشتیم از کلاینت به سرور، پورت 80 سرورمون رو الاو کرده بودیم که من الان اگر بخوام پورت وب سرور رو باز کنم باید وب وینباکس، وب میکروتیک برای من باز شه. ولی از روی همین سیستم فیزیکالی که من اینجا دارم من قاعدتا نباید بتونم این رو باز کنم. الان من اگر بیام اینجا یه بار اول رول ها رو بررسی کنیم و آی پی رو چک کنیم. اینجا ببینید دوستان، من از سمت اینترنت به سمت، یعنی اگر سورس من اینترنت باشه و دستینیشن من فایروال باشه، فقط یک رول دارم که اونم سرویس های وی پی ان رو اعلام کردم. حالا من میام روی هاستم، آی پی سمت اینترنت کریومون چی بود؟ 511. اینجا میزنم 192.168.511. اینجوری فرض کنیم که این 511 آی پی سمت اینترنت منه و آی پی پابلیک منه. حالا درسته توی سناریوی ما آی پی پرایوته، ولی در اصل اینجوریه که رو دست ون اینترنت من ست شده دیگه و من انگار دارم از بیرون از شبکه لوکال خودم بهش وصل میشم که خب این قاعدتا نباید باز بشه. حالا ما میایم با انجام تنظیمات دستینیشن نت این رو از بیرون از شبکه پرایوت خودمون، یعنی از سمت اینترنت باز میکنیم. خب ما هم میتونیم باز مثل پالیسی روتینگ اینجا یه رول اضافه کنیم، یک رول مثل رول های قبلی که جنریک بود اضافه کنیم و در آخر بخش ترنسلیشنش رو ادیت کنیم. ما اون کاری که میخوایم انجام بدیم هم میتونیم اینجا بیایم از پورت مپینگ استفاده کنیم و حالا من این رو با پورت مپینگ انجام میدم، اون حالتش هم در کل نهایتا فرقی نمیکنه. میگه که چه اینترفیسی چه هستی میخوای از اینترنت در دسترس باشه که خب ما آی پی سرورمون رو بهش میدیم. میگه چه سرویسی. فقط اینجا داستانی که داره ما باید اون سرویسی که میخوایم رو حتما توی این دفینیشن های خود کریو توی سرویسز تعریف شده باشه. اگر
اون سرویسی که ما میخوایم اینجا نیست، خیلی راحت میتونیم بیام اینجا اد را بزنیم و اضافهش کنیم. ترافیک روت من میام دوباره مجددا اد را میزنیم، پورت مپینگ 192.168.3.2. سرویسی که ما میخوایم پابلیش کنیم HTTP هستش. انتخاب کنم. اوکی. نکست. خب میگه که میخوای از کدوم دست، یعنی از کدوم اینترنتت این دستینیشن نت رو انجام بدی، که من خب از سمت ون یکم میخوام انجام بدم. انتخاب میکنم ون یکم و فینیش. یه رول الان اینجا باید برای من اضافه شده باشه که اینجا حالا من باز فراموش کردم اولش اسمش رو عوض کنم. مثلا میزنم سرور وب پابلیش. خب گفته سورسش اگه از هر جا بود، دستینیشنش این آی پی سمت ون من بود، این سرویس بود، مپش کن به 3.2. حالا من اگر اپلای کنم و برگردم روی ماشین فیزیکیم و یه رفرش کنم، چون که ملاحظه میکنید صفحه وب سرور من که اینجا صفحه وب میکروتیک هست باز میشه و توی لیست رول ها من یه رفرش انجام بدم، این رول مربوط به دستینیشن نت من جاست ناو میشه که یعنی همین الان استفاده شد. که همینطور که ملاحظه میکنید تو ستون ترنسلیشن سورس نت های من رو به صورت نت نشون داده و دستینیشن نت رو به صورت من. بسیار عالی دوستان عزیز، ما اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم با هم دیگه، سورس نت رو دیدیم، دستینیشن نت رو دیدیم، پالیسی راوتینگ رو دیدیم. توی بحث اینترنت وقتی که بیشتر از یک اینترنت کانکشن داریم، بحث لود بالانسینگ رو دیدیم و اینکه توی لود بالانسینگ وزن میدادیم به هر کدوم از کانکشناشون، کانکشن‌ها همزمان داشتن استفاده می‌شدن و توی فیل اوور بحث پرایمری و بکاپ رو داشتیم. فقط دو سه نکته خیلی ریز اینا برگردن روی لود بالانسینگ. ما توی هر دو حالت لود بالانسینگ و فیل اوور اینجا یه دکمه ادوانس داریم که میتونیم یک آی پی خارج از شبکه خودمون رو بذاریم که به عنوان ملاک قطع یا وصل بودن اینترنت در نظر بگیریم. مثلا من گذاشتم روی فیل اوور، میتونم اینجا بیام بذارم روی 424 که 424 رو پینگ بگیره. هر موقع پینگ 424 رو نداشت متوجه میشه که اینترنتش قطع شده. به صورت پیش‌فرض روی دیفالت گتوی خودشه، ولی خب خیلی از مواقع ممکنه ما گتوی خود اون کانکشن اینترنتمون رو داشته باشیم، یعنی اون هاپ اولش رو داشته باشیم ولی در اصل روش اینترنت نداشته باشیم. البته روی این حالت هم بعضی مواقع ممکنه اینترنت قطع باشه و تشخیص نده. مثلا وقتی اینترنت FTTH حجمش تموم میشه، سرعتش خیلی کم میشه ولی قطع نمیشه، در حدی هست که مثلا جواب ریپلای پینگو بده یا سرویسش مدت سرویسش تموم شده باشه. اینجور چیزا رو تشخیص نمیده، ولی کلا اینترنت قطع شده باشه تشخیص میده و سویچ میکنه به اینترنت دوم. مورد بعدی این که دوستان ما وقتی دستینیشن نت داریم، اینا تغییرات حالا میگه ذخیره کنم یا نه، ما وقتی دستینیشن نت داریم و گفتیم که از اینجا مثلا از ون یک من درخواست به سمت پورت HTTP اگر اومد اینو بفرست به سمت سرور 3.2 من و اگر پالیسی روتینگ داشته باشیم حتما باید پالیسی روتینگ هم به گونه‌ای باشه که این سرور من از همون اینترفیسی که درخواست بهش اومده بره بیرون. مثلا شرایط در نظر بگیرید که من اومدم اینجا یه رول نوشتم، تو این رول گفتم که اگر 3.2 خواست به سمت اینترنت بره از ون 2 بره که ون 2 من این 5.11 نیست. اینجوری میشه که اگر بخوایم توی سناریو بررسی کنیم، فرض کنید یه کلاینت اینجا نشسته توی دنیای اینترنت درخواست به آی پی پابلیک کریو میده، کریو بر اساس رولی که براش نوشتیم اینو نت میکنه به سمت سرور. حالا سرور جواب اینو برمیگردونه به کریو. توی کریو ما تعریف کردیم که اگر آی پی سرور خواست به سمت اینترنت بره از ون 2 رد کن. پس این کانکشن به درستی برقرار نمیشه. اینو باید حواسمون باشه که اگر پالیسی روتینگ داریم استفاده میکنیم رفت و برگشت ترافیک هامون روی 2 تا دست مختلف ون نیفته.
و مورد آخرم این که وقتی میخوایم از پالیسی راوتینگ استفاده کنیم حتما باید اینجا اینترنت کانکتیویتیمون روی لود بالانسینگ باشه. ما وقتی روی لود بالانسینگ هستیم هر دو کانکشن اینترنتمون فعاله و میتونیم برای هر کدومش رول‌های مختلفی داشته باشیم. ولی وقتی روی فیلووره عملا پرایمری ما فعاله و بکاپ ما ایناکتیوه. بنابراین ما اگر میخوایم توی ترافیک رول هامون یه جوری رول بنویسیم که از دو تا دست اینترنتمون استفاده بکنیم حتما باید اونجا روی لود بالانسینگ باشه. بسیار دوستان عزیز، امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه. اگر ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. شاد و پیروز باشید. تا درودی دیگر، بدرود.